بقای عمر انسان است فرزند، به جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او، مکافات زیزدان است فرزند. سلام میرسانه به بیننده های عزیزی ما. السلام علیکم دوستان، نزدیکان، نفرانی که همیشه همراه ما هستند. دوستان عزیز، ما امروز آمدیم در حقیقت که در آغاز سخن خود آغاز کردیم با فرزند. امروز فرزندان اصیل خواستند که پدر مهربان خود را، شاهستان اصیل خاندان خود را در روز خرسندیشان شاد کنند و آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کنند. شما باشد همیشه با ما باشید، آن لحظه ها را پیشکش شما میکنیم و البته با شبکه شهنان باشید، با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم پدرجان های عزیز، مهمانان عزیز. میگویستگان میگویزند مردم میشنن نمیشوند. امروز ما آمدیم فهمیدیم وظیفه‌دار کردن که در این خاندان یک روزی خرسندی است، یک روزی خوشبختی است. در اینجا زادروزی پدرجان عزیز نبیجانکه جشن گرفته شدن، یک عنعنه زیباست که در روز خرسندی ما آمده تبریک میگوییم از نام فرزندان، از نام نزدیکان، جگربندان. امروز که پدر عزیز جا شبه من البته مهمانان عزیز عذر می‌خواهیم ناراحت کرده باشیم. امروز روزی خرسندی است. در هر یک روز، در هر یک بهار انسان شکرانه می‌کند که بهار سال زندگی خود را می‌بیند. من امروز نبیجانمک یک فرزندان اصیل را به پایان رساندم که آنها گفتند پدر عزیزی ما را تبریک گویید. این دنیای غنیمت است. ما من 2 سال باز می‌بینیم که پاندمی در سر ماست. خدا کنه که پاندمی ها رود و در این خیلی روزهای خرسندی باز از این هم زیاده شده شدن نصیب کند. نبیجانمک امروز زادروز مبارک باشد. با اولاد خجسته را صمیمانه تبریک میگوییم. شما را تبریک میکنیم از نام نیلوفر آیتی، از نام پروین بانو، از نام داستان جان، از راهی دور، از نام مادر عزیز خاندان لالایتی تبریک میکنیم. بگذارید خاندان پر از روز خرسندی باشد. برای خاندان ما فقط توی و تنتنه روزهای خرسندی همیشه باشد. شما را تبریک میگوییم. در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم پای خون، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بگزندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. هر یک مرد که سزاوار نام پدری میگردد چندان مراتب خرسند میشود و خوشحال. و امروز پدر عزیز اینقدر فرزندهای اصیل را خواندند، صاحب عائله، صاحب بخت، صاحب معلومات کرده ایستادند. امروز روز خرسندیتان مبارک باشد. از پشت فرزندان، از پشت داستان جان حضور و حلاوت فرزندان را دیده فقط در روز خرسندی شما را تبریک کنید. امروز تا آمدن روزی گفتند که روح و ارواح بابا جان و آنا جان هم شاد باشد. در این خاندانشان ما امروز مهمان هستیم. بگذار عمری باقی مانده آنها را به فرزندانشان و پدرمان دهد که بگذار نامبردار تمامچه انمی سلاله هستند. امروز که در خاندانشان پر از انسانها، پر از دوستانشان هستند. البته ما به شبهه میگوییم که روح و ارواحشان شاد است و گرهایشان پرنور است. امروز خرسند هستند که در این بزم جمشیدی فرزندانشان این خیل مهمان و این خیل میزبانان برای تبریکی آنها آمدند. امروز بزمتان مبارک باشد. ای پدرجان خاک پایت میشوم، وقتی پیری من از سایت میشوم. با همه دار و نداری زندگی، روی حولی کفش پایت میشوم. میگویم فرزندان عزیز بگذار پیر شوم. امروز نبیجانمک برای شما نیت میکنیم که همراهی خواهر عزیز لالایتی پیر شود، 120 ساله شوید و الان خیلی بزم‌های زیبا با آمدن شما را تبریک کردن نصیب کند. امروز بزمتان مبارک. بازی در اینجا من دختران فرزندان داستان جان یک جایی ایستادن میگویند که ما هم کم کم نیت‌های نقض داریم، میخواهیم برای پدرمان در روز زادروزشان نیت‌های نقضشان را برای شما ایصال کنند. به به.
نمی همه اکامون تبریک ایلایم در جامع ایلایم فقط 100 بدوریم فقط روزی فرسندی باشیم ایلایم رحمت سلامت باشد. میگویند دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پوری آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. البته حاضر سخنهای نیک رو میشنویم. تمامک هر بار که میبینیم حاضر چواندازان کم کم به سخنرانی هم میدونند. تمامک نشستن، شادی خلامک نشستن، آنها نیتهای نغز و نیک میکنند. میشنویم. مرحمت دراز کنیم پالانیان رو. مرحمت آسخانه نقص کرده من نیورام من حاضر یک دنگب زدن نترسیم دیدن نیورام او بیدیده کرد رحمت همینو بجرم زنه الهی همینو ما نبی جنبا خدا عمری دراز رزق فراست یا همین فرزنداش با عمری دراز چی نیتای نقص دارم جامعه عمل پوشن جامعه عمل پوشن. من اینجا دوستاش دیمون من امروز روزای نقص براس من همه یگیتای نقص من بسر نبی جان من دختر فرزندم من نیارهم من دومهم چه خدا انمنا با عمر دراز دیا رزق فراز دیا بگم مشرف دیوان نگفته ای فلک کردی من اول مهربانمدان جدا بلبل شوریده انگیل گلستانمدان جدا نیله کردی من آخر غریب و ناتوان مفتلا غم کلد کخسوندن جاناندن جدا. هر یک شعر هر یک صحبت معنیشه بالا شکر من دخترم فرزندم الهی عمرشون دراز شود رزقشون فراز شود. میگه که مشرف دیوانم به یک شعر من شعرهای مشرف دیوانه بسیارتر نقض میبینم که میگه که یک مشرف دیوانه میگه که یک شعر شما کنگلم نی بردم بیر بی وفاگر خاردی رکن جمع جفاگر ای نازنینم منگر رم قل خوردم سنیدیم یوز من بلاگر تارتم جفانه یغلی خداگر. براس این دخترام براس این نیورام من تا پاگه شعر خوندم بام شعرهای من کم نمیشه کم نمیشه بجرم زنه جیان انم خودم یک شاگردی نقصم بودی یک وجه بچه بودی توی پسری تکذروندم امروز من با مدت دکتر شده بالا تگیرم تی نرتویا ای پروسه من میگه کم کرسه اگر دلبری رنا با یک بار به طاقت علوم عیشی فراغت شده مرم بجنم زنه من همینجا سرشتگی اولادا من همینجا جنابا چی نیتای نقص داره از نمی انمینا همه با انمی دختر با انمی فرزنده با من همون والا با از نمی انمی شتگیامو تبریک میکنم لالا جان بجنم زنه من همجا اولاداشتیم خشت ورشتیم تاغات پاغات من همه امکات امک بچه های پدر تیا تبریک میکنیم ایرای عمر دراز شوه رزق دراز شوه نبی جانم عمرش دراز شوه اگر یک صد یک با اگر نبی جان درایه چشمم بغلده خودم بکشم شد من تا یک صد یک نمیمونم نبی جان بی وای گفتگرده مشرف دیوله اکشرش رفتن میندن سلامه بسوی جانان ای بادیت کر عرضی غریبان هم درمندم به خانمانم جانان تو باشی دردمگه درمان انمو جانان انمو زنیتیم انمو خاندون تا
فهمیدی وای کوچه بوده که همه بیکاره بالا شگرم فهمیده که فقط روزای نفس باشینه روزای خرسندی باشینه البته سخنهای نفس نیک و رحمت حتم بابا مانده نباشند چون پیر نمیشوید هم خیلی جوانیت ما چشم رسد و هم خیلی زیبی دورانش نگردیم بازی در اینجا لاغایتی همجای ما هستند میخواهند تبریک گویند و برای شمایان خوش آمدید گویند مرحمت رحمت بردارم بره و یک طرف باشم السلام علیکم مهمان‌های عزیز مهمان‌های ارجمند رحمت هم یکوتون با خوش آمده در گوهکی مون با رحمت هم یکوتون با جای باشه شما هم یکوتون صاف باشه سرکانون با دادا جان شما بایم رحمت جای باشه سری هم یکون با صاف سلامت گرده رحمت خانکوتون با به خوجای من بابا شدم الهی 120 ساله شوم تا دنیا باشه باشم الهی سری بچه کن با تا باشه هم الهی مکرد جای باشه هم یکوتون سلامت گرده رحمت هم یکوتون با فرمت ایزد کده اومده رحمتی کلام صاف باشه هم یکون با رحمت سلامت باشن حاضر دو نرفته ایستید همجای شیرینی هم میبریم تورتا مرحمت نمی جانمک همراهی نیلوفر پروینه و داستان جان یک جای میبریم شیرینی را همراهی نبره شیرین مرحمت السلام علیکم صادقا پریاما افیر را برآمده اسرائیل تینجبین سلام میرسانیم از آهلیک و از سمرقند به اسرائیل حاضر در اینجا تمام مردم ما رو میبینن یک تا شروع کردن امروز نبی جانمک تبریک میکنیم مرحمت تبریک کنه رحمت سلامت باشند شما بیادم شما هم خیلی تبریک میکنیم خدا خواهد راهتان به خطر باشد و به همه سلام رسانید از نام ما صحتمند باشند مرحمت فرزندان نزدیکتر ایستاده یک تا شیرینی هم میبریم مرحمت Happy birthday to مبارک باشد Happy birthday to you. در اینجا میبینیم که اگر که سخن ندهیم خود یک ناحرمتی میشود انا همین سلاله و انا همین اولاد کلانش یکی از آن انسانهای شناخته و نامی یکی از آن انسانهایی که گویم ستون طلایی دهه اهالی که ما همدم آمد امروز جیان را تبریک کنید شما هم یک انسانی خود نمایت تا شروع که تبریک میکنید مرحبا عمری دراز صحب سلامتی نبی چی نیاتو دارد نیاتوشون رسد من پیشوش با چی ریجوش باشه ریجوش عمل کشد پیشوش با من توی تماشوش شد توی بچه هاش توی کنم چی بگم با یکون باید نبینه ده غم نبینه همه وقت چهدرم شده دماغ چوک که گردم رحمت سلامت باشد تاسیرامک چی؟ تاسیرامک 4 قدر سیرش که شود؟ مرحبا ممنون همتون خوش آمدید
ناصر جان اگر نگفتی که معصوم بردم نگفتی که شبیر گلی جانان البته که میگویند فیزیکا لیریک میگویند و ما خودی ما فیزیکا تام کردیم بعد از سروباکا که با ما از ما 4 کورس کلام بودن حاضر شعرش کردید به تبریک میکنم حسین برادری عزیزشان را مرحبا سروباکا امروز امروز روزی خرسندی امروز روزی خوشبختی مرحبا جمشید که تبریک میکنیم بعد از آن تبادر رو برعکس بازی میکنیم مرحبا همین چی دلی نیات رو باشه همه دیگه باشه دلوی این روزای نفتی میگه تبریک بزن یا من بوندگی گپی کالونا با موق باشه خواهشمندان باشن مرحبا بعض برنامه رقص و بازی خرسندی میکنیم بعضی امروزه را دوام میدیم مرحبا
یه نبی جان شنده گیره کنه باید سوله رد باید برو اختگیر هم باید ها گیره کنه گیر سولو من پیدیونو خداش کی باشه نبی جون ساعت بدرو نبی دومری تکی ساعت بدرو باید همتون من نبی جون خونش با خوش آمدتون نبی جون خدا عمرشتیه ساق سالمش سر بچه‌اش با چی نیت داره نیتش برسایو هم خیلی مول شوی نبی جون یک ساعت یک بدرو خدا عمرشتیه من دکش خدا میتیه گله کنی تو 120 بده 101 باید 101 دوشه گفتگی نه بی جان موسا 101 روش دکنش همه 100 روش بس نه 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 هر بشه 101 خطی بکنه ده بیا کنه بگه شویش خیلی برای کملتی همون باز یک روز غم و شادی گذشت در تلاشی قسمتم ناموسنا باز یک خورشید ما را ترک گفت شام ماهی نو پیدا شده است در برج شام دوستان عزیز بیننده های ما نفرانی که با ما بودند این بودن یک لحظه خرسندی این بودن در خانواده نویجانمه هم مهمان شدیم آن لحظه ها را آن عکس های زیبا و خرسندی آور را پیشکش شما کردیم نیز در اینکه روزهای خرسندی برای شما خاطر رسان میکنیم که در خانواده شما مهمان شده آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم با ما باشید با شبکه شهرناز صحتمند باشید جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزاده مایان همه دل شادم از غم همه آزاده تبریک شما گویم از بزم و طرب شاده تبریک شما گویم از بزم و طرب شاده صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه
امروز که روزی جشن زاد روزی شما در زندگی خوب و خوشترین روزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن پیروزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چیزی باز این روزی نگویتان مبارک مبارک